دوستان عزیزم سلام عرض میکنم. شفیع 2023 میلادی است و ما باز هم در یک برنامه زنده در خدمت شما هستم. ببخشید کم ناوقتر آمدم و امیدوار هستم که یک روز مثمر باشه. هدف ما از برنامه های زنده است که ما شما بتانیم نظرات خود با هم دیگه شریک بکنیم، بخصوص در برنامه های در تیک تاک که یک تعداد از موافقین و مخالفین میاین و استدلال میکنن، میخواین که قناعت بتن طرف دیگر که گویا ما راست هستیم. این یک زمینه بسیار خوب و مناسب مساعد میسازه. هموطنهای ما که با عقاید مذهبی به حساب ملبس هستن، اینا هم از یک نگاه گناهشان نیست. 1400 سال ما در یک مریضی کلان شدیم. حال دستورهای خون ما این مریضی است. هموطنهای ما اصلا نمیفهمند که چقدر استدلال نادرست دارن. همین هفته پیش ما آمدم سر می آیت قرآن که خداوند کعبه میگه که زمین و آسمان یک جای بود، ما از هم جدایش کردیم. یعنی دیگه بسرا در قرآنه که زمین و آسمان چسبیده بود، ما از هم جدا کردیم. زمین در آسمان است. یک چیزی که در یک چیز است و جدا نشده، یعنی یک غلط مطلق. اما آیا برادرای مذهبی ما قبول میکنن بالاخره که خب حداقل همی غلطه؟ او را میان به ارتباط میده و تیوری بیگ بنگ شنیدی. این حال همی آسمان زمین دیگه حال بسیار مردم میفهمند که زمین کروی است، به شکل معلق در فضا است، فضا نمی آسمان است. و وقتای محمد بیچاره که سعی میکرد بالا یک سقف میگفت اونو آسمان عرش ما الله خدا ده بالاش ما شما ده پایین هستیم. بر از او بیچاره اونمو یگانه راه بود. اما آلینا از محمد که به مراتب بیچاره تر هستن. من یک دفعه گفتم که اگر در قرآن نشنه می بود که 2 جمع 2 4 نیست، 2 جمع 2 7 است. حالا 2 جمع 2 7 کل میفهمه که غلطه. اما آیا برادرای مذهبی ما قبول میکردن که نه 2 جمع 2 7 نمیشه؟ نه، می آمدن دیستی میگفتن 2 جمع 2 4 3، اما جمع 3 7 میشه. حالا خدا قرآن خود نگفته جمع 3. باز میفهمین چی میگفتن؟ باور کنین که نمت یک استدلال میداشتن. میگفتن شما عربی نمیفهمین، 2 جمع 2 عربی بسیار یک لسان مغلقه. نظر به ایست که چی رقم تلفظ میکنی. مثلا اگه بخوانی که 2 جمع 2 اونو او هر کدامش یک دیگه میشه. 3 دفعه که او کنی میشه 7. یعنی 2 جمع 2 او میشه 7. خلاص دیگه. بازور چطور موقع میگفتی شما عربی نمیفهمین، عربیت یک لسان هست، بیاری نه یک سوره رقمش. این جالب است که برات میگه بیا یک سوره رقم قرآن بیار. کدام سوره از او جالب است که ما برات تو بیارم؟ اگه یک آدم مرا بگو یک شعر مثل شعر بیدل بگو، خب والا ما میگم نمیتونم بیادر. او یگان دفعه در زندگی بشریت اتفاق میفته که یک آدم مثل بیدل بیاد. من نمیتونم راستی. اما یک آدم بگه بیار یک سوره مثل قرآن، ارائین آسمان ها و زمین به هم چسبیده بودن، حال ما یک جای جدایشان کردیم. این خلاص اینمی خوش شما رو میگیرم. درود احترامات شفای عرض بزرگ. روی خط هستین. واقعا خوشحال هستم از اینکه یار عزیز شما رو صحتما میبینم. به خاطر چند روز پیش در یکی از لایف های ما، چون در تیک تاک اکثرا میپوشم، یکی از دوستا در لایف چون امیال دوستم هم که گفت میزنن با شما، مولوی صاحب دروین یا هم در لایف بودن، که یکی آمد گفت در لایف نجیب ورود مسلمان ها الله اکبر گفتن و گفتن سر شفیع یار حمله شده. واقعا ما هم جگرخون شدم. اکثرا دوستا بود گفتم امیدوار هستم هم چه چیزی نشده باشه. و شکرگزار هستیم از اینکه شما خوب هستین، جور هستین. اینمی آرزوی مرگ که اینا میکنن با مردم، اسلام اینمی است. دقیقاً. من هیچ وقت نمیگم که
همین مولوی صاحب یک نفر کلش جدا کنه به هیچ وجه. شما با خدا، ما به سر دو اولادم که یک مولوی یک بود، مولوی که میگفت محمد حیات عبدالله الدین، بله 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 بله. اما در برنامه زنده بودم که دوستا گفتن که کشته شد. 2 هفته پیشش او فتوای قتل مرا داده بود. آها. ما برش جگرخون شدم به خاطر دقیقاً ما دقیق. اصلا چرا انسان انسان خوش شود؟ چرا انسان به مردن کشتن که خوش شود؟ ایار عزیز، واقعیت کار درست نیست. اما خب اینا ما 1400 سال اینمی بوده. فلانی را کشتیم، فلانی را خدا زد، فلانی را خدا زد، خدا زد. خدای از یا غیر از خدای قتل و کشتار هیچ چیز نبوده. اخلاق از اینام اخلاق قتل و کشتار است. دقیقاً ایار عزیز، ما یک چیز میخواستم بگویم در این چند وقت، چون از وقتی که شما در تیک تاک آمده این همی کسای مسلمانایی که در تیک تاک هستن اینا میخواین سر، چون ما ایار عزیز جایگاه شما بخی فرق میکنه. این ملا است، این ابو هریره که است، اینا که بار بار با شما میگه که من مناظره میکنم. ایار عزیز اینا را بگذارین. کسایی که ما اقلا ما شاید از دین یک چیز از همین دین اسلام آگاهی پیدا کردیم، اینا را بگذارین برای ماهایی که مثل کوروش عزیز است، اینا را هم تو محکم گرفته قرآنشان به درستی برشان. شما جایگاهتان اصلا با اینا مقایسه نکنین. خدا ایار عزیز، وقتی که ابو هریره که بر شما چند وقت پیش توهین کرد، واقعا آدم کار درست نیست. وقتی که تو میخوای مناظره میکنی بر فامیل کسی، بر مادر کسی، بر خواهر کسی، بر زن کسی تو توهین میتونی تو بکنی. ابو هریره که من دیدم با شما توهین کرد، واقعا جگرخون شدم. مگر اونا به سطح شما نیست ایار عزیز که با شما مناظره کنن؟ اونا کسایی نیستن. ما امور یک چیز دیگه میخواستم بگم. از همین انسان پرسان شده. من میخواستم امروز چند وقت کوشش کردم در لایو بیام با شما صحبت کنم. وقتی که از همین ابو هریره پرسان کردن که تو راضی هستی که دختر خواهر 6 ساله تا به حضرت محمد بتی، گفته بله. یا وقتی که انسانی که اینقدر بدبخت میشه، از خواهر 6 ساله خود تیر میشه، از دختر 6 ساله خود تیر میشه، بر محمد میته، پس اون انسان بی عقل است. اینال باور از او رسای کنین. به عقلی خو یک طرف گپه، ایمان از او رسای کنین که بچی ایمان داره، که دختر 6 ساله خودم میتونه که به یک نفر بده که 60 ساله است یا 50 ساله است. بله. یعنی اینا اونمو اخلاقشان است. نه اصلا عزیز، اینا رو در لایف های اجازه ندین. این ملاکمه، این کسای مسلمان ها که کوشش میکنه با شما مناظره، یا مثل از اینا بسیار شما کسایی را، او ابوبکر بود و اونا بود که اونا را مثال از جایگاهی که داشتن امروز در زمین خوردن. نه کدام ویدیو از او از روز میبینین. امروز مردم هوشیار شدن. چقدر از اینا رو شما ذلیل ساختین، چقدر از اینا را رنگشان نشان دادین بر مردم که اینا دکانداریایشان خراب شد. امروز مردم آگاه شدن از اینا. و بگذارین اینا را برای کسایی که نو آگاهی از دین پیدا کردن و دوستای روشن فکر ما هستن. دیگه بسیار سپاس از این که من همون چیزی که گفت عیار عزیز من میفهم. این که کشتن و این چیزا مثل شما امروز شروعش شما بودین عیار عزیز که امروز مردم در یک جای به حساب مردم آگاهی حاصل کردن. امروز قدر شفیع عیار دیگه پیدا شده، قدر دوستای روشن فکر دیگه پیدا شده که طبعا اینا میتونن که به بسیار درستی خوبی آگاهی کنن، بر مردم آگاهی رسانی کنن. سپاس عیار عزیز از اینکه بالا آوردین. وقت خوش، روز روزگار خوش. دوستای زگمه را 9 سال پیش میکشتن، 10 سال پیش میکشتن، برشان فایده بود. حال کار از کار تیر شده. حال مثل شفیعه ها قنفر از ما کده بیتر، از ما کده وشارتر، از ما کده مستدلتر. حال ما ده خط آخر هستم، حال دیگر را ده خط اوله. بفرمایین. حال کشتن ما مثل یک دست پیش هفته و روی خط هستین. دوست عزیزم روی خط بله، هستین. بفرمایین دوست عزیز. سلامت زنده باشی آقای شفیع یار. شما همی که میبینم از جور و صحت سلامت هستی، خوشحال هستم. خوشحال هستم که شما مرا جور میبینین. سلامت و جور باشین. بفرمایین. کدام گفتنی ندارم، فقط همقه که همراهتان هم کلام شدم. بسیار خوشحال هستم. تشکر. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام دکتر صاحب، خوب هستین؟ صحتمند؟ شکر دوست گرامی، من خوب هستم. بفرمایین. چه حال دارین؟ انشالله خوب باشین، صحتمند باشین. شکر. سلامت باشین دوست عزیز. بفرمایین. خدا کنه کلمه انشالله سرطان بد نخورده باشم. ملفت صاحب کلت بسیار آمده کل است، مگم مغز ندارم. بسیار کلا رو دیگه بدون مغز داشتن، مگم نمیتی یک بیعقل است. چرا
نسل شایدیست چی؟ چند تا کلت چه کردی؟ والا دیگه کلاخ همیشه کلشون آدم های خوب بودن مگه تو کار چطور بیناموس فهمیدی که سیده شده. مرد داره اتو مالیدی سرشه یا اتو دستک زدی از روی چی فهمیدی؟ نه خب دیگه از میگه آدمی به گپ هست که گپ میزدن معلوم میشه او مگه تو آدمی میشه باید بیاقل گپ میزنی. بسیار خوب. خیلی روی تو بگو تا چاشو به کی آسمان زمین خوردی؟ چسبیده یا جداست؟ باز بخور چی گو خوردی؟ ما تو را نخوردیم، من تنها یک سوال کردم. او تو گفتم که خورده آسمان بشی و زمین تفون آسمان دنیا را زمین گرفته. چسبیده است یا ای ایست جدا؟ کنی کیرم در کلی کلت بیناموس بشرم شبا میموری تو اینه ملحد. دوستان عزیزم، اینه بچه خیر محمد، این جابر ابن محمد بوده. بر پدره که تو کل نالت اینه قواره ترسای که با قرآن این کیر موری. اینی اخلاق از یا فکر میکنن یا فکر میکنن که با این گفا ما وار خطا میشیم والا گمش کن ما بدنام نشیم. تو چی کردی؟ تو اخلاق خود نشان دادی، اخلاق فامیلیت نشان دادی، اخلاق دینی را که تو با او ایمان داری نشان دادی. چرا ما اونا میزنم؟ چرا ما اونا میزنم؟ ما میتونیم، چرا نمیگیم؟ به خاطر ما پیرو اونو تا افراد لچک راگیر دز نبودیم. تو هنوزه هیچ کله نداری، حالا نمیاله من از یک گپ عادی پرسان کردم گفتم زمین آسمان چسبیده یا جدا؟ حالا بگو یا جدا یا چسبیده. طرف تنبان آواز میکنه کیر میکشه لوده کت کارت. تو ببو نداشتی و قلم که یک اخلاق بتید. روی خط هستین دوست عزیزم بفرمایید. سلام و درود به شما آقای یار. سلام به شما دوست گرامی بفرمایید. سلامت. تشکر. من گفتنی زیادی ندارم، مسلمان هستم. من یک سوال کلیشه‌ای که می دوستان مسلمان همیشه از کسانی که دین ندارن یا خدا بی خدا میگن میپرسن ایست که اگر خواهر تو یا مادر تو یا زن تو، اولش همی سوال اشتباهش ایست که یک کس خودش میگه بدین است، تو چرا خواهر و مادر او را دخیل میسازی؟ این نهایت زشت و بد اخلاقی است. و بعد دومش میگی اگر مادری تو فلانک کار بکنه و چند مرد آمدی که خوابیده چی میکنی؟ خودت چی میکنی؟ در افغانستان باشی، در امریکا باشی، در هر کشوری باشی، نه از نگاه قانون اسلام و نه از نگاه قانونی او کشورها هیچ کاری تو کده میتونی. از نگاه قانون اسلام بایدم تو به قانون مراجعه بکنی. اگر تو میگی من غیرت دارم او را بکشی، قانون میاد تو را دستگیر میکنه، بندی میکنه. حتی همی قانونی طالبا، ضد اسلامی است. میگم حتی همی قانونی طالبا، تو بیای ببینی که خانمت با 2 تا مرد خوابیده، تو باید به قانون طالبا مراجعه بکنی. تو کدام اقدامی کده نمیتونی. کاملا. و دوم دمی خارج هستی، میری میبینی که خانمت با یک چند مرد بوده، تو گفته نمیتونی خانم من مسلمان هستی، گناه نمیکنه، تو خو میگی شیطان است. شیطان خوب او را وسوسه میکنه و دیگه چه کار میکنی؟ نهایت اینم قدر کده میتونی که از او جدا شوی. حالا یک کسی که فعلا دین نداره او را ممکن میکنه که جدا شو از او. اینه گپ. ای اخلاق انسانی ما تصمیم میگیره، کاراکتر انسانی ما تصمیم میگیره. اینا هر چیزه از دریچه دین میبینن، در حالی که اگر از دریچه دین ببینیم بدترین بناموسترین کار از نگاه دین اسلام است. به خاطر که دین اسلام میگه اگر زنت دیدی پیش قاضی میری، قاضی میگه 4 شاهد داری؟ 4 شاهد کی آورده میتونه؟ میگه من دیدم قاضی ما امیال آمدیم. نه 4 شاهد که نباشه نمیشه. 4 شاهد کی میاره؟ بنابراین در دین اسلام یک کار ناممکنه که منتج به یک بد اخلاقی کلان میشه. یک نفر خودش تصمیم میگیره که من این زنم میکشم و زندانی شه، او کار اسلامی نیست، اما کار اسلامی هم است. سلامت باشین دوست. سلامت. لایف خوش. من گفتنی دیگری ندارم. تشکر. روی خط هستین؟ ببخشید. سلام علیکم آقایان. سلام دوست گرامی، خوب هستین؟ بفرمایید. قربان شما. ببخشید که بعضیا به احترامی میکنم، ولی من همه چیز
خودم یک افغانی هستم، یک هزاره هستم. خیلی هم مذهبی بودم، خیلی مذهبی بودم. بله وقتی که من در خارج آمدم، حتی که زنا قول نمیدادم، باز مرا اینا چی گفتن؟ گفتی آدم شاید چی باشه، یک انسان یک اسلام افراطی باشه که زنا قول نمیده. خب بله بگذاریم از این. ما یک سوال داشتم، میخواستم بگم که ما در آمریکا هستم، خودت هم همینجا هستی، جور باشی، سلامت باشی. من همین رفیقای خودم میگم که بین همین یهود و عرب چی فرقی هست؟ یعنی عرب از چی درست شده؟ از کدام مادر به دنیا آمده؟ همین یهود که پیغمبرها کلا از قوم یهود بوده. این بین دوتا کی پروف میتونه؟ امیر سوال من خودی شاید جواب بگیم، هیچ کسی نگفتی چه رقم است نیست. ما براتون جواب میتونم میره. شما ایره باید بفهمین که خود محمد خود چی میگفت. محمد خود از قوم یهود میدانست. در شجره محمدی که اصلی است یا نه، اینمی کتاب همیال پیش روی هسته، سیرت رسول الله که 1300 سال پیش نوشته شده یا 1350 سال پیش، در این شجره انسان ها آمده تا بابا آدم. خب ماندار تا بابا آدم کس نوشته نمیده، اما کلش ایتی یک رقم نوشته شده که فکر میکنی که امی کلگیش یک نفر به می دست خدا نوشته کرده با ما داده. اینو مثلا این بچه از او، بچه از او، از او قولات بود. از این محمد شجرش بالا میره، به اسماعیل میرسد. اسماعیل کی بود؟ اسماعیل بچه ابراهیم بود. ابراهیم یک بچهش اسحاق بود، یک بچهش اسماعیل بود. اسماعیل کس است که این عربا خود از او میدانن و او دگرها یهودا از او دگر، یعنی عین خون هستن، عین دی ان ای هستن. اگر محمد برای چور انداختن قبیله های یهودی برای که پیسایشان بگیره و زنایشان کار نمیکرد، امروز اینا کلشان بیادرای خونی می بودن و بیادرای دینی. اما شما امروز سعی کنین در فلسطین اینه میدوتار اگر خونشان بگیری دینهشان عین مردمه، چنان یکی دیگر خونش شپ میکنن که اگر با فلسطینی خون تمام یهودا را بتی شپ میکنن و یهودا ممتر. شما سعی کنین که دمی تقریبا 20 روز شد اتو فلسطین زد که تکه تکه که دل آدم میسوزه با مردم بیچاره فلسطین. و در این زمان مردم اسرائیل هم انسان هستن، اونا را ما نمیتونیم که خوشیم نه خیر بری بکشه. بناهن اینمی دین با اونمو وحشتش اگه اینمی را ما پس کنیم در دنیا بسیار چیزا تغییر میکنه. خیال از یا که دین اینمی نماز که میخوانی شما سرما میکنی تنامیست، این بسیار بدبختی آورده ولی این مردم هستن. از رفیقای مولای ما ابو اینا به خیلی گم شدن، ناامید شدن، دیدن که اینجا کدام چیز حاصل نمیشه برشان. روی خط بزن شما و بازم ای آدم هوشیارتر بود از او آدم مکره که دو میزد. روی خط هستین دوست عزیزم. یک رقم ما چون که اینترنت ما امروز یک کمک ضعیف البته میگیرم پس دراپ میکنه کال. روی خط هستین دوست عزیزم. شفیع محترم شفیع عیار جور صحتمند، سلامت باشین دوست عزیزم. خوب هستم، بفرمایین. خب شمایی که دین اسلام رو نقد میکنین محترم، خب باز خود شما چی عوضش دارین؟ در کدام دین همو را بیارن برای مردم صفت کنین، توصیف کنین که در رایی که درست شما میگن که از دین بهتر است، از دین اسلام بهتر است، کدام راه هست که مردم رو تعقیب کنن؟ من براتون میگم این خب مثل که به یک آدم که
مریضی سرطان داره، تو برش بگویی که اگه این مریضی سرطان تو پس کنی خیلی عوضش چی می داشته باشی؟ نه، سوال شما غیر منطقی است. نه سوال جواب اول سوال نیست جواب بود. جوابتان غیر منطقی است. چرا؟ ما عوض یک دین گفتیم که مثلا 2 میلیارد چقدر مسلمان پیرو داره و ای حتما یک خوبی داره. وقتی که برای اونا خوبی داره، شما پس خوبی را از اشخاص میگیرین، عوضش چی رو میخواین بتون؟ سعی کنین با ما در دین ما گفتن که زن کفاره بگی، گردن نه، کفر. از خود تعریف کو. خود چی را فالو میکنی؟ اجازه بده که ما برات بگویم. نه، این طرف نرو دیگه. از خود تعریف کو. مثلا خود چی را فالو میکنی رو بگو. ما از خود چطور تعریف میتونم مگر ای که از تو را نگویم که چی است. سعی کن ما از ما را خوشحال هاست گفته راستی. ما یک مریضی سرطان دارم، تو میگی سرطان که پس کنی او حالا 2 میلیون نفر آدم، 100 میلیون نفر سرطان سوال مرا گرفتی که ما چی سوال گفتم؟ گرفتم. خب خلاص دیگه. دین اسلام خو سوال هاست گفته راستی. از خود بگو. اگه اجازه بدیم من میگم. خب شما را پس کردم که بگویم، به خاطر اجازه ندادین. یک جامعه مثلا مریضی کرونا آمد، میلیون ها نفر گرفت. حالا اگه یک آدم میامد میگفت در این مریضی کرونا را که تو پس میکنی ایواز از این کدام مریضی را میاری؟ حالا خب مردم بسیار گرفته، 100 میلیون نفر مریض است، تو این مریضی را پس کنی با ما چی داشته باشیم؟ هیچ نداشته باش. امو پیش از کرونا اگر امی دین از انسان ها پس کنی که علیه را بزن، علیه را بکش، علیه از یک سو میگیم رب العالمین، باز از دیگر سو میگیم رحمان رحیم، از دیگر سو زن کفار بگیم مالک خیناله. خیمانای چیست که یک مریضی است. اگر امی مریضی را پس کنیم آیا کدام کمبود می داشته باشیم که عوضش چیز دیگه بیاریم؟ نه، انسانیت ما جایگزینش میشه. احساس انسانی ما، مهربانی و شفقت ما که از ما دزدیده شده، او دوباره زنده میشه، اونمو دین ما میشه. از این خاطر هیچ ضرور نیست که من یک چیز نو برای شما بیارم. انسانیت. مگر من سوال شما را گرفتم، امیدوارم شما جواب مرام گرفته باشین. روی خط هستین دوست عزیزم؟ روی خط هستین؟ ببخشین کم دیرتر متوجه شدین شما را که قطع کردم، باز صدایتان کمک بلند شما دیر شده بود. روی خط هستین دوست عزیزم؟ روی خط هستین؟ امروز بخیرم اینترنت ما کدام مشکل داره. البته سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. جناب شفیع خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ فضل خدا. زنده و سلامت باشین. در مورد پیشتر این برادر ما یک سوال کرد، نه گفت ما خیر پیرو کدام دین باشیم؟ حالا دین اسلام که تعقیب نکنیم. این حال بغیر از این همیشه یگان چیز هم خوبی خود داره هم بدی خود، درست است؟ بله. میشه بعضی از خوبی های دین اسلام هم بگویی به دوستا و به ما و به کلگی؟ یعنی همیشه ما از خودت همی منفی شنیدیم درباره دین اسلام، اما خوبیش هم اگه بگویی بعضش به خاطر که 2 میلیارد پیروی که دین اسلام داره حتما کلشان کور نیستن، نه که دین اسلام فالو میکنن. یعنی خوبیش هم خودت یک چانس میتم که یک دو سه نقطه خوبه بگویی که ما از او بیاموزیم. بسیار خوب. مثلا در دین اسلام همه گیره تشویق به این کرده که حرام نخورین. این که یک مسلمان اگه میخوره اون نمایندگی از دین اسلام نمیکنه. حرام چی هسته؟ حرام چیزی را که خداوند برات اجازه نداده که در روی زمین انجام بدی. مثلا اگر گفته که زنا حرام است، صحیح؟
وقتی گفته زنا حرام است به این معنا که این بر ما شمال به ثبوت رسید که HIV پیدا میشه و امراض از این مشکلات دیگه از خاطر امی هم بستر شدن یعنی زنا. و در دین اسلام از 14 سال پیش گفته شده بود که این حرام. شما در کجا زندگی میکنین؟ ما در امریکا. در امریکا. امی بچه های افغان که در امریکا هست ما برات ضمانت میکنم که 80% پیش از عروسی که دخترها میرن. 100%. اما مشکل چی است که یا نمایندگی از اسلام نمیتونن کنن. اون صحیح است. 100% ما نمایندگی از اسلام نمیکنن. 100% عربا میکارم میکنن و هم نمایندگی از اسلام نمیکنن. اما اسلام غلط نیست. انسان غلط است. مثلا انسان ها غلط بوده میتونه اما اسلام غلط نیست. نه ما با این گپ خودت موافق هستم که غلطی انسان ها را در سر دین نپرتو، غلطی دین هم سر انسان ها نپرتو. بیبی که غلطی از کی است؟ امی گپ خودت صحیح است که اسلام گفته که زنا نکو، اما اگر یک کس میکنه او گناه اسلام نیست، اما خصوصیات انسانی از آدم نه. این را قبول داری؟ بسیار خوب. اینا امی دینه که گفته زنا نکنین یا کس را عروسی کنین، در این زمان اجازه داده که یک آدم به خاطر از اینکه کافره بکش، برده بساز، زنش کنیز بساز، کت زن از اوی نکام نکو، کت 10 تاش، کت 100 تاش، کت 1000 تاش میتونی خور شوی، میتونی در بازار بفروشی. یعنی امی دینه که زنا را منع کرده، زنا را در واقع قبول هم داره، برده فروشی را قطع کرده، برده فروشی را قبول هم داره. امی دین یک دین مخشوشه. اگر این دین امی می بود که دروغ نگو، زنا نکو، مهربان باش، دوست باش، مردم نکش، مردم نزن، این یک چیزای بسیار مثبت می بود. اما دینی که میگن نکش مگر کفار بکش. اینال یک گپ دیگه وقتی که اینمی حالتی را که گفته که مثلا همراه کنیزایتان، نگفته که زن کفار، گفته همراه کنیزایتان میتونه که هم بستر شوه. نه اونمو زن کفار است. اینمی زن کفار است یا زن برده است یا ایست که دینش معلوم نیست والا هر چیزی که است. اینا در کدام حالت گفته او را؟ یک انسان است. قبول داری؟ امو زن یک انسان است. یک انسان است. خیر بینی با دین اسلام نیست، اما انسانه. تو چطور میتونی که یک زن فقط به خاطر که با دین تو نیست بسازی بازو کت 100 تاش خو شوی؟ اینال کنیز وقتی که گفته کنیز بسازه، در دین اسلام ایره هم گفته که کنیزایتان شکنجه نکنین. کنیزایتان وقتی که در کنیز شماست، در تحت تصرف شماست، یعنی شما مثل یک ناموستان است. نه او را کس ناموس خود کس در بازار ما برسان گفتم که به اسلام بعض چیزا را گفته همیشه ما دوست عزیزم باش. ما یک کس نیستم که تو بوی گفته و ما قبول کنم. وقتی که تو در یک دین میگی که زن کنیزه میتونی بفروشی، مالت است، میتونی بینکام راش خو شوی، یعنی اون کت خدایی قرآن است که محمد کنیزایی که مالک شده ای مثل گوسفند، یعنی تو یک انسان در سطح یک گوسفند قرار میتی که مالک شده ای. این چیز زن کفار ما شما اینال خودت تفکر کن، برای یک لحظه تفکر کن که یک آدم دیگه میگه در کتاب ما نوشته که خدا ناکرده زن مسلمان ها به شما حلال است، زن شاوردارشان حلال، خودشان بکشن، زنایشان بگیرن. خدا گفته تو همون خدا را قبول میکنی که گفته باشه؟ ما تو خو میگی خدای عالم چطور این کار میکنه؟ چطور خدای ما گفته که زن از واره بگیریم؟ اگه این رب العالمینه، اگه این رحمان رحیمه، پس یک غلطی در اینجا است. یا رحمان رحیم نیست یا غلطیش شما متوجه هستیم. ما خداوند بسپارم. بسیار تشکر. قاری عبدالحق هستم آقای شفیعیار. مولای صاحب دو هفته شما را قدر شده پشتتان باش ببینم یه هفته از کجا برآمد قاری صاحب؟ ما گفتم خیلی فلسطین رفتی نرفتی هنوز؟ ما انتظار هستم که اول خود در کمک اسرائیل برای باز ما فلسطین میروم. من خب او عقیده نیستم. من میگم هر دو طرف انسان های بیچاره است اینا باید یکی دیگر را نکشن، با باید بینشان صلح کنیم. تو با کمک برادرای یهود تو میروی؟
نه تا ما فکر میکنی که هر دو طرف برادرای ما هستن، انسان هستن. از ما که مسلمان هستم انسان هستم و همچنان ما یهود هم در حق کشتنش نیستیم، لیکن یهودی غاصب است، یهودی متجاوز است. نه حالا دیروز پناهجو بودن، امروز آمدن غاصب شدن. متولی شده یا نه؟ مولوی صاحب قربانت شم، اموریش مبارکت. سیگو امی توی اگر ده که وظیفه اسلامی تو چی سال تو رفتی فلسطین جنگ میکنی، از برادرها دفاع میکنی، یا ناقشتی بلبل واره در سر شاق گپ میزنی؟ چی میکنی تو؟ ما وظیفه خودت تا جایی که میتوانم اجرا میکنم. از این گپ بزن که خودت کی میروی در کمک برادران یهود؟ خب آقای شفیعیان همین هم مسائلی طرف بانه. من یک گپ زدن آمدم برات. خب بگذاریم این مسائلی که در دست ما در دست خودت ساعت کشته میشه. تو منعیس یک سعی کنه با فریضه ما میگم که مسائلی که نه در دست ما است نه در دست خودت است. بیا همین مسائلی را ما گپ بزنیم. در دست ما و خودت چیزی که دست رسمان است او را گپ بزنیم. خب ای در دست کی است؟ چی؟ همین مسئله فلسطین و اسرائیل. این مسائل پیچیده تر از این است که دسترسی ما و خودت نه خودت در کمک یهود رفته میتونی نه در کمک مسلمان ها فعلا. خب کی است؟ همین در دست امریکا، در دست انگلیس، در دست روسیه، در دست کی است؟ همه خو حتمی فکر کردی سرش بگو در دست کیست؟ مسئله پیچیده تر است. مسائل سیاسی و خودت باز ماشاءالله محلل سیاسی است دیگه. خب حداقل نظر مولوی صاحب خدا شا باشیم و نظر هوشیار خودت دمی دنیا زندگی میکنیم. حتمی یک عدس و قیاس خدا داری. پیچیده است اما عدس و قیاس تو چیز در دست کیست؟ مسئله بسیار پیچیده است و از ما و خودت کلا بالا است. آقای شفیعی را برات بگم. فهمیدی؟ حالا یک عالمی در دست جرمن ها، در دست امریکا ها، در دست یهود ها، در دست مسلمان ها، در دست یک کس خواهد. در کل یک مسئله است که در بسیار نفر داخل است و بسیار جوانب داخل است، یک طرفه نیست، چند طرفه مسئله است. خب ما توقع ما از یک آدم مذهبی مثل خودت است که بگویی در دست خداست، چرا که یک برگ بدون اجازه خدا نمیریزه. این در دست خداست و مولوی صاحب. نه شفیعیار سیکو بحث دینی میخوایی؟ سیکو آقای شفیعیار من برات یک پیشنهاد دارم. خودت همیشه در مورد دین زیاد گپ میزنی. ما بدون این مسائل چون و چرا چی رو بیتون نشه یکون وقت بده با ما یک 10-15 دقیقه سوالایی که داری ما امینا را جواب بگم برات. او دفعه واری نکه که از سوره انبیا پرسان کردی؟ نه دیگه آقای شفیعیار لطفا. حالا تو اینه معلومات نداری که بگویی نمی کارا کلش در دست خداست. هست تو بدون شک است، بدون شک رب العالمین در دستش هست این مسئله. لیکن مکلفیت ما انسان ها است. آقای شفیعیار آقای شفیعیار خودت میخوایی به این وسیله مغلطه کنی سیکو امالی نه من میفهم چی میگوی نه خودت چی فهمیداره با چی میگم. من میگم کی گوش کن سیکو نه گپی مرا گوش کن. در مورد اسلام زیاد سوال جواب داری. تو میگی بسیار بغرنجسی بسیار از خود در دست کیست؟ ولی من نمیفهم در دست خدا و مولایی ایچی رقم ما از دست نه سیکو نه سیکو آقای شفیعیار او طرفی که خودت میروی و لینات ما میفهمم چی میخوایی بکنی. ما اونقدر چی نیستم اونقدر که خودت اشیار است یا کم تو ما هم عقل داریم نداری. ما آمدم امی من ایسی یک مسلمان تو امیره چرا نگفتی که در دست خداست؟ ما از نگاه دنیا گپ زدم آقای شفیعیار، از نگاه دنیا مسائل دنیاوی. مولوی صاحب باش یک سوال یک آدم در گیره کی میگه که یک مولوی صاحب ما یک پیشنهاد دارم میشنوی امیره باز سوال تبکو لطفا. جنگ یهود و فلسطین در دست کیست؟ چی؟ جنگ یهود و فلسطین در دست کیست؟ سیکو از نگاه دنیا فریقها و جوانب زیاد در این مسئله دخیل هستند. از خداست شفیعیار سیکو خودت در جای میخوای صحبت کنی که در اوجا معتقد نیستی از این بگذاریم. پس در چیزی که عقیده داری در او گپ بزنیم. نه حالا سیکو تو به عقیده خود باور نداری. ما گفتم ما دارم، ما عقیده ما کامل باور دارم الحمدلله. ما بالکل جنگ یهود و فلسطین در دست کیست؟
ما از نگاه دنیاوی بین جوانبی که با هم جنگنده هستن آنها است، از نگاه قضا و قدر به دست الله است. چی مشکل است؟ نه به دست الله است. الله ظالم شما کشته میره در ایسو و در اوسو. اگه در دست الله نه ما گفت ما فهمیدیم که این نقطه رو میخوای ایراد کنی، چرا که غیر از این دیگه نقطه نداری آقای شفیع عیار؟ مفلس شده. از سایکو شفیع عیار قبل از اینکه در سایکو بالای دین تهجم کنی در صحنه های سیاسی من میشنویدم تو را، خداوند عقل خوبش داده برات، لیکن افسوس که در اخیر عمر گمراه شدی. والله انا قسم به ذات خدا گمراه شدی، والله گمراه شدی. و ما برات چالش میتونم بیا یک وقت صحیح بگذار، خودت گپ بزن ما بشنوم، ما گپ بزنم خودت بشنو. از این فایده نداره که 2 دقیقه بالا بیام پایین پرتای. خو یک گپ جدی بزنم تعال از مذاق کتیشیم. اینو خودت ما به زندگی تو احترام میکنم، با ابرو و حیثیتت احترام میکنم. اگر من خدا ناکرده خبر شدم که اینو خودت موتر زد پایت شکست، ما در او جگرخون میشم. اما شما هر روز دسیسه قتل و کشتار کردین در 1400 سال تا حال و دوایتان. نه آقای شفیع لطفا اگر در این مورد گپ میزنی بیا با سند و ثبوت گپ میزنیم. این طور نه دیگه، از طرف خودت هر چیز نگو لطفا دیگه. همین وقت من بعد تو آمدم کدام لفظ ازش گفتم به خودت؟ همینجا که آمدیم چند دفعه بالا شدم. اینم ما باید اعتراف کنم که خودت بله خیر ببین در جمله همین نفرایی که در اینجا آمد که مذهبی است، خودت هم یک کلمه نگفتی که ما بگویم بد اخلاق نگفتی. زشت نگفتم برات، در هیچ وقت نمیگم به هیچ کسی دیگه، مگر کسی که توهین میکنه ما او زشت میگم. کسی که توهین میکنه زشت میگم. مثلا آقای ابو هریره آمده بسیار گپای بد اخلاقی زده، خودتون مو کار نکردی. ایتا ما احترام میکنم، ایتا به هیچ وجه چیز خوبه یک آدمه ما در عمر بد نمیگم. از این نگاه دست فشار میتم در بغل خود میگیرم روی تماش میکنم. ای که با هم عقیده نیستیم، ای که برایش استدلال میکنیم، اما در این زمان ما احترام خوبی تا میکنم. ای را هیچ وقت نمیگم که نه امی مولا ولی چون که مذهبی بد اخلاق به هیچ وجه او را اون کار نمیکنم. اما بسیار خوش آقای شفیعیار سعی کنین یک اجازه بتین مرا یک 30 ثانیه گپ بزنم. چیزی که اصلا سعی کنین در دین اسلام، شریعت اسلام خودت از هم آگاه هستی چی مصالح و چی منافع پیش آمده که برگشتی والله اعلم. سعی کنین خودت خوب سعی میدانی که مذهب اسلام چی است، دین اسلام چی. من میخوام همین خودت شخصا ما خودت یک مکالمه داشته باشیم مؤدبانه محترمانه با دلیل، چرا که حالی من میام ور خطای از اینکه گپ من پره کنم تو پایین ناندازی و خودت ور خطا که کدام سوال بیجا نکنه. نه ما میخوایم در یک فضای بسیار دوستانه بسیار مؤدبانه بدون یک لفظ توهین و زشت برات هر مسئله ملک الیمین است، کنیزداری است، جهاد است، هر مسئله که در اسلام برات مشکل پیش آمده اما ما خودت بحث کنیم. همیشه میگوی مولا کجاست؟ نه مولا در خدمت تو آمد. خب اعتراض خب مولوی صاحب ما یعنی خودت کم کم خوشم میایی به خاطر که آدم خوب هستی. ایره کلگی همی خصوصیت انسان است که اگه انسانی که بد اخلاق نیست گپ زشت نمیزنه با خوبی گپ میزنه ایره مردم خوش میداشته باشه. نگفتن امانه که ما ور خطا نیستیم که خودت یک سوال خطرناک نکنی. هیچ سوال نیست. اگه کدام چیزی بود که نفهم میگم که نفهمیدم مولوی صاحب. آقای شفیعیار امروز سایکو امروز ما بدون بشکه زرد آمدم اما تو گپ زدن آمدم فهمیدی؟ هیچ سوال انفجاری و انتحاری نیست بغم باش. خب ما وقت زیاد نمیگیرم، وقتی برنامه از بینندگان اگر بار دیگر بسیار به احترام یگان وقت من بته چند دقیقه خود صحبت که به دلیل و واقعی که مثلا ایراد میکنی سند و ثبوتش میبینیم، قصه ای که میاری بس اسلام سعی کنین. اسلام دین سند و ثبوت از آقای شفیعیار فکرت شد؟ هر قصه ای که میاری اگه به سند و ثبوت بود ما قبول میکنم، کور شده قبول میکنم. اگه سند و ثبوت نبود خودت بگو که والا ایراد غلط کردیم یا از پیشم اشتباه شد. ما خودت در کله خود میگیرم فقط به می خاطر که آدم با اخلاق هستی سر از این ما میتونیم. اگر چی او هفته ما مسئله زمین و آسمان از پرسان کردم نفهمیدی گفتی چه چسبیده است و مسئله نه دی آقای شفیعیار اجازه بده لطفا اینالی به انصافی نکنی. ما برای جواب ساینسی دادم که قرآن کریم حالت اولی ماده را ذکر کرده است در صورتی که ماده هم یک جا بود
زمین و آسمان این ساختار فعلی در مرحله اول نبود، به حیث ماده یک جا بودن. ماده که جدا شد بس ساختار خود را گرفت. این مسائل علمی است. ما خودت برو این مسئله دینی در ملک یمین، در کنیزداری، در جهاد، در قتال، هر چی که میگوی ما خود دانه به دانه گپ میزنیم. از طرف ما پیشنهاد است، هر وقتی که آماده شدی بنده حاضر است. تشکر که وقت دادی و ما امیدوار هستم که در یک فضای خوب ما صحبت کنیم که هممون بهره ببریم. و بار دیگر یک نکته اخیر آقای شفیع عیار، نفس انسان معدود است، روزش محسوب است. قبل از وقت خلاص شدن کوشش بکن که یک مراجعه بکنی خودتا. تشکر، خیر ببینیم. یک چیزی که ما را بسیار میترسانه همی که نفس محدود است و محسوب است. این حال تو وارخطای مردن میشی دنیا یادت میره. همی هر روز که استاد شد تا که هست لذت میبرم از زندگی. وظیفه انسانی خود فراموش نمیکنم، برای نجات انسان ها کار میکنم که مردیم خلاص. الو، روی خط هستم دوست عزیزم. عرض و ادب خدمت شما، خدمت خواهران برادرانی که در مجلستان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام با شما دوست عزیزم، بفرمایید. سلامت باشین. صحبت‌های قاری صاحب عزیز را شنیدیم، جزاک الله الخیر. آقای عیار صاحب، شما پیشتر از یک برادر سوال کردین چی یکی از خوبی های اسلام را برایم بگویید. درست است؟ ما به عنوان یک جوان و به عنوان یک مؤمن و مسلمان که عقیده ایم است با وحدانیت الله سبحانه و تعالی و ایمان دارم به قرآن عظیم شان، خلاصه قرآن را یکی از علما میگوید که خلاصه قرآن سوره عصر است. اینجا 4 صفت یک مؤمن را بیان میکند. والعصر ان الانسان لفی خسر. الله سبحانه و تعالی میگه سوگند میخورم با وقت و زمانه که انسانها در زیان است، انسانها در زیان و تاوان است. یعنی همه انسان میگوید. باز میگوید ای کسانی که ایمان آوردین، آمنو و آمنو الصالحات. بعد از ایمان الله سبحانه و تعالی اولین حکمش ای است که شما بعد از ایمان میگه عمل صالح بکنین، انسانهای نیکی باشین، شایسته باشین، مردمی با ایمان، با اخلاق، با عزت، با ناموس و با عدل و با انصاف باشین. و باز میگوید و تواصوا بالحق، میگه حق بگوین و یکی دیگرتان را به حق توصیه بکنین. باز میگوید و تواصوا بالصبر، میگه صبر بکنین و یکی دیگرتان را به صبر توصیه بکنین. یعنی یک مؤمن، یک انسان 4 تعریف است در قرآن عظیم شان. اگر ما بتوانیم با این 4 تعریف زندگی خود را حیار بکنیم و در تمام امورات زندگی خود به این عمل بکنیم، ما مطمئن هستیم که دنیای ما، آخرت ما، خیر و برکت ما در آن خواهد بود. شما یک قسمت از قرآن گرفتین که ما با اون مخالفت نداریم. یک آدم عمل صالح میکنه، مشکل چیست؟ یک آدم نماز میخونه، یک آدم صبر میکنه، صبور است و تواصوا بالحق. چرا ما دو خفه باشیم؟ اما اون قسمت دیگه شبرو که میگه اینی کفار بکش، زنش بگی، هر چقدر کنیز که بخواهی میتونی داشته باشی. اینی چیزا است که در جامعه قانون میسازه. این که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، در این ما مشکل نداریم. بله، اما اینجا شروع میشه. بله، اما آقای حیار صاحب، ما به شما یک چیز بگویم. قسم میخورم به ذات الله سبحانه و تعالی، من قرآن عظیم شان را بیش از 15-16 بار ترجمه قرآن را، تفسیر قرآن را، شأن نزول قرآن را، تمام سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، از یعنی زیر سن بودم، تینیجر بودم، در آیسکول بودم، من ایرا تدریس کردم. بسیار از دهن چندین علما، حتی در اختلاف های نظر تمامش را شنیدم. ایتو کلمه نامد است در دین اسلام. در کل قرآن عظیم شان 1000 بار کلمه عدل آمده است، 300 بار مستقیم و 700 بار زیر عدل را نکوهش کرده است. باور به الله بازی نته دوست عزیزم. خب در اون چیزا خدا بازی نته. خدا کنه 1 میلیون دفعه آمده باشه. وقتی که تو میگی رب العالمین، میگی رحمان رحیم، میگه پس دیگه مسئله کفر و
ایمان به وجود نمیه. دیگه ما واقع ندارم که بنده از او خداونده که او ربش از وام است رب ما ایره بکشم که بگویم تو به خدا باور نداری. یک آدم اگه خودت باور داری که یک خدا کل ما را پیدا کرده و ما باور ندارم، تو به نظر تو ما بنده کیستم؟ بنده امو خدا هستم. به خاطر تو خب باور داری که ما بنده از اوستم. 100% ما باور داریم که شما بنده الله سبحانه و تعالی. ما بنده امو خدا هستم، اونو هندوام بنده امو خداست، اونو یهودام کلشان. بنان ما با خود اجازه باید ندم که زن از زیر بگیرم کنیز. اصلا کنیز چرا داشته باشم؟ یه خدا قرآن آمده که محمد فلان زنا برای تو حلال است و قبول کنیزایی که مالک آنها شده ای. اینا یا کلش هستی خود سوره عذاب از خود 100 دفعه خواندی. بنان به او گپه که خودت گفتی ما به او مشکل نداریم. اخلاق بزرگ اینا یک آدمه که زن یک آدم دیگر رو میگیره و اخلاق بزرگ نداره. یک آدمه که زن یک آدم دیگر رو میگیره خودش میکشه یا برده جور میکنه و عدل نمیفهمه. بنان اینی چیزاییست که میلنگه. در مورد این زن آقای عیار پیشتر شما همراه یک برادر صحبت کردین. ما اکثریت مسائل های خود را به اساس کلچر و کلتور افغانی فیصله میکنیم. در سوره نساء اگر بیادتان باشه شما قرآن عظیم الشان مطالعه کردین، در بحث زنا در زن میگوید، میگه 4 شاهد را بیاورین و اگر 4 شاهد را آوردی که زنت مرتکب زنا شده است، الله سبحانه و تعالی میگوید میگه زنانتان را در خانه هایتان محافظت کنین تا الله رب العزت یک راه و 4 و شما را از فضل خود برهمن کند. الله رب العزت نمیگوید که شما ظلم کنین، شما تهدید کنین، شما زندانی میکنین. در او حالت که زن ثبوت میشه، اول خود تازیانه میخوره 100 دانه، باز بعد از او در خانه میگه زندانی کنه تا که خدا یک راه پیدا کنه. که از جمله اونو دختره زنه که بیچاره رو 25 سال بیادرش در خانه بندی کرد. این حال اینی چیزیست که ایره قرآن میگه. اما در سوره الحمد، سوره حمد که پیشتر شما الحمدلله رب العالمین و مالک یوم الدین را گفتیم، ما در 32 رکعت نماز در 24 ساعت در 32 رکعت نماز ما اینمی سوره حمد میخوانیم. ببین چقدر زیبا ما صحبت میکنیم با الله سبحانه و تعالی. ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستیم و از تو کمک میگیریم. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را هدایت بگردان به هدایت اهدنا الصراط المستقیم. الهی ما را از کسانی بگردان که آنها را تو نعمت کردی و ما را از کسانی مگردان که تو با آنها غضب کردی و آنها را گمراه کردی. چی دعای زیبا، چی صحبت زیبا. در این زمان که زیباست منطقی نیست. شما میگین که خدایا او کسایی را که گمراه کردی ما را در او راه نبر. خدا ما را گمراه نمیکنه، خدا ما را هدایت میکنه. خدا 124,000 پیغمبر را کرده که ما را هدایت کنه. اما وقتی که میگی که در او کسایی را که گمراه کردی ما را در او راه نبر، گمراهی ما را میتی به خداوند. پس خداوند زیبایی خود از دست میده. اما ما بسیار خوش شدم که شما اینجا تشریف آوردین. تشکر از اینکه دوستانه و صمیمانه گپ زدین. امروز یک روز خوبه. یک تلفن آخری میگیرم، باز برای برنامه دیگه تیاری باید بگیرم. روی خط هستین دوست عزیزم. سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایین. شما خوب هستین؟ خیلی هست. شکر فضل خدا، بفرمایین. عیار صاحب ما فقط همه که گفتنی دارم که خدا حافظ. ببخشین صدا شکست. اوکی. دوستای گرامی شما را کارتانه به خداوند میسپارم. البته دوستای مذهبی ما آهسته به حساب چی میگن همی برنجا که میشتیم ریکشوی، اینا هم ریکشوی میشن. آدمایی که فکر میکنن که بد اخلاقی و قلدری راه حل مشکل اونا آهسته در انزوا میرن. مردمای مذهبی که با اخلاق هستن و آهسته میخواین که بحث کنن، اینا یاد میگیرن که چطور با در نظر داشت اخلاق و احترام بیاین بحث کنن. چرا مشکل ما در مملکت ما ایست که مردم ما کشش نمیره. چطور یک راه حل پیدا کنیم؟
این خو نمیشه که مثل که بچه آمده بود مرا در سرم دو میزد و در کلیم دو خو نمیشه. و مردم های بد اخلاقه، اونو اخلاق هر دو طرف باید نکوهش کنه. ما دوستای خود کسایی که با ما هم فکر همیشه توصیه ازی میکنم که با اخلاق ما مراوده میکنیم. اما اتو نیست که جواب نتیم، جواب میتیم. اتو نیست که تو هرچی دو زده بریم من طرف خنده کنم. ما با مو اندازه خود برای توی گپ میزنم، شاید پسانتر بفهمی، امو دقیقه نفهمیم، پسانتر شاید بفهمی. اما منظور ما ایست که در یک جر بحث سالم، در یک فضای سالم که از او یک چیز مثبت به وجود بیاید. تا هفته آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.